شب 22 ایون سال 2023 مکتب میانه رقم 71 در نوحه شامنسور شهر دوشنبه به کامی آتش رفت. در ویدیوهای نشر شده از جای حادثه دیده می شود که یکی از بناهای سه طبقه مکتب پوره سوخته است و از بنا علنگه دود و آتش به آسمان بلند می شود. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه صبح 23 ایون با تصدیق خبر سوختار در مکتب رقم 71 خبر داد که شب 22 ایون سال جاری تخمینا ساعت 22:15 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 نوحه شامنسور شهر دوشنبه سوختار به عمل آمد. بنا به اطلاع میلیسیا با مقصد پرره خاموش نمودن علنگه آتش از حساب جزو تام مقامات میلیسای پایتخت 125 نفر از حساب ساختارهای آتش نشانی، 150 نفر، 16 عدد نقلیات آتش نشانی، 18 عدد نقلیات آبکشانی یا ودواز سفربر کرده شدند. در نتیجه سوختار در مساحت 1500 متر مربع پوره خاموش کرده شد. طبق سنجش پیشکی سوختار در نتیجه آتش گرفتن دستگاه هواسردکنی یا کندیسنر که در آشیانه دوم مؤسسه مذکور در تالار مجلسگاه نصب کرده شده است به میان آمده است. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور گروه کاری تأسیس داده شده سبب و عاملها و ضرر سوختار معاین کرده خواهند شد.